اتحاد شوروی و از میان رفتن آن. اتحاد شوروی سرزمینی خرد نبود. یک قسمتی آن در خاور دور و قسمتی دیگر در اروپا. این سرزمینی کم نیست. اتحاد شوروی در خود 15 جمهوری را متحد کرده بود و کمونیستان فکر میکردند که اتحاد شوروی از میان نخواهد رفت. البته با این بزرگی و مستحکمیش. در گذشته یگانه رقیب امریکا این اتحاد شوروی بود. وقتی که اتحاد شوروی در سال 1991 از میان رفت، برای امریکا دیگر رقیب وجود نداشت. میخائیل گورباچوف سال 1991 یعنی در ماه دکبر سال 1991 گفت ما در دنیای نو زندگی داریم و رفت و استعفا داد. اتحاد شوروی برهم خورد و 15 جمهوری مستقل گردیدند. شوروی در کل دنیا زیاده از 5 میلیون سرباز داشت. چی شد که از میان رفت؟ برای چی و سببش در چیست؟ در سالهای 80 قرن 20 اتحاد شوروی را غرور زیاد فرا گرفت. مردم فکر میکردند که این سالهایی است به مانند دوره استالین، یعنی دوره رشد. در حقیقت هم ابتدای سالهای 80 قرن 20 دوره رشد بود. ولی اگر به داخل مردم نظر افکنیم، با یک ناخن زدن این اتحاد برهم میخورد. مردمان الکی فکرهای گوناگون داشتند. فکرهای خود را داشتند. یک فکر نبودند. سال 1985 گورباچوف دبیر کل حزب کمونیستی اتحاد شوروی می شود. او باید یک اصلاحات میکرد، یک نویگری میکرد. وی میخواست اتحاد شوروی را به مثال چین کمونیستی کپیتالیستی کند. تا دهه 60 قرن 20 اتحاد شوروی شدیداً کمونیستی بود. بعد از آن این چیز واضح دیده نمیشد. در سال 1989 لهستان و چکسلواکیه از نظام سوسیالیستی خود را صاحب استقلال اعلام کردند. همینطور مردمانی که در داخل اتحاد شوروی بودند آهسته آهسته از این اتحاد بیزار شدند. برخی از کشورهایی که شامل این اتحاد یعنی اتحاد شوروی گردیده بودند، آنها زوراً تصرف شده بودند. یکی از دلیل‌های دیگری برهمخوری اتحاد شوروی این دیوار برلین است.